زی لوح گورها از مرمری سرد مزارستان، زی خاک مردگانی زنده تر از زنده در گوران، زی نقش هر کتیبه نقش ناخن در تن زندان، زی ساحل‌های بی دریا زی دریاهای بی جریان. تو ما را کافتی استاد، تو ما را یافتی استاد. زی اعماق فراموش خانه های تیره تاریخ، زی خاکی که شده آماجگاه تیر بدخواهان، تو ما را جمع آوردی زی هر مجموعه و دیوان، تو ما را زنده گرداندی، با ما را شناساندی. زی اسیان ها و شورش ها، زی کل بود و نابودش، زی فریاد تبالودش، زی فردوسی و محمودش، زی خونهایی که بحر خونبهای همگنانش ریخت، زی اندوه طرب آلود و شادی غم آلودش. تو جستی سرنوشتی خلق، آغازی سرشتی خلق، چو ایوانی ولنگاری که نه بام و نه دیوارش، چو دیواری حصاری که نه سنج و نه بالارش. تو تاریخ خرابی خلق را ترمیم ها کردی، شناساندی به بنیادش، به فرهنگش، به آثارش، که ما هم آدمیم آخر و از این عالمیم آخر. چو گمجویی که می جوید پی گمگشتگانش را، چو تنهایی که می جوید ز دنیا دوستانش را. نشانی مردمان جستی تو در 6 ساحت تاریخ، برای حاجت امروز گنج باستانش را. که به دیروز حالا نیست، که به امروز فردا نیست. زی یمن انقلاب که استادت بود خود گفتی، برون آوردی یک یک مرده ها را تو زی گورستان، و اندر تاجگاه هر کدام تاج بنهادی، هدایت کردی آنان را برای خدمت دوران. به آنها جان عطا کردی، سر منبر برآوردی، زی مسندها و منظرها، زی چنگی راه کشورها، زی اوراق بیاض و حرف ناخوانای دفترها، زی سرهایی که روی دارها هم بوده سر افراز، زی هر داری که بشکسته زی بار فطرتی سرها. تو جستی نام تاجیکان، مراد و کام تاجیکان. تو را چون همت و فطرت عالم پناه بود، به چشمانداز تو پیدا جهانی مرغ و ماهی بود. همه پیچ و خم تاریخ را با سر گذشتی تو، که از مردانگی خلق آثارش گواهی بود. شدی خود هیکل دیگر، با مردم مشعل دیگر. چو از زندان رها گشتی، خیالم نور و فضل و شیر از زندان رها گردید. به دنیا آمدی 40 ساله شاگردی که از استادیش، زبانی ما به دعوتهای دوران هم صدا گردید. صدایش را جهان بشنید، جهانی بیکران بشنید. تو خود یک انقلاب در شعور مردمان بودی، تو خود یک اضطراب در نهاد این و آن بودی. برغم آن همه کوران تاریخ نجیبی ما، تو چون مشتی گره بسته چو تیری در کمان بودی. تو از ما ساختی ما را، زی ما بشناختی ما را.